براسوک بیا په خدای خاطر مشره کوم کول دی تا نه وردا ته نبی روشن نبی مردک بیا خود که تا وقت چیه وقتی وجود تا دیسته که ناشی که بیانت یک قد ماشین ولده مسلمانی گوشته په خدای خاطر مشت کولا ور نه دادم مشره کول دی روشن گوش کش برای یک ولگار در ودیکا که مثل تیزنده بی که بیت یک قد ماشین ولده همین که من تا من گویتی یه تیپ و استایل و پولا بیانتی کونگه لگن ماشین ولده چیه مردم کو چیه فکر کنه من مطمئنم که تا هم یک روچیه مانه یه نشانی یک روچیه مردک بی خود ناشی قد ماشین ولده دلیل اسرار. سلام بینندگان عزیز، تا حالا شده از خودتون بپرسین تو این دنیا چه میکنیم؟ اسیر احساسات، امیال مادی یا تکامل عقل هستیم؟ همه انسانیم، ایمانم داریم، ولی به یقین کامل نمیرسیم. انقدر درگیر مسائل شخصی خودمون هستیم که حقایقی به بزرگی کوه رو هم جلوی چشمانمون نمیبینیم. حالا داستان جالبی رو به اتفاق میبینیم که برگرفته از همون نشانه های کوچیکه. راست سعید اوه من دنیا عرفت تگشتون شکر مروج که من تراودی کو من چی نیبلاز خدا خیر که چی بوتا بوده من ما و آروچنه تا من تته تی ماشین خرابت من تی ماشین اولا ندا وشته کونو پچی پمما نگرته اخبراسوک من پشیمانو که آروچنه ترا کمک کن نکو من اتون تی ستاک بیلی گیری و تی کانا بیل که نیبراز را نیبلاز و تی خدا شکر که شاروچه اول نداته من ماشین دوزدتتون تاکه شوتا نگیتن من شوتون زندان پده سنده بیشتگن تازاتو تگو مولوچ تازه ش زندان آلا سود مستقیم شدون گوشی دوزدتون بیا تیوی چیه من واشته دیگه تیوی بوده بنده خدای گوشی رو من ندوزدم دیگه ستار من سرش درست نکن